امروزه کی معروف ترین انسان در جهان می باشد؟ محمد صلی الله علیه و سلم با نفوذ ترین انسان در عصر حاضر در جهان حضرت محمد است. فقط مسلمانای قسم نمیگن، حتی غیر مسلمانان میگن. مطابق کتاب مایکل ایچ هارت که درباره 100 نفر با نفوذ تاریخ نوشته کرده، نفر اول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته او مسلمان نیست. اگر شما زندگی نامه حضرت محمد بخوانید، وقتی او اولین وحی دریافت کرد خانمش مسلمان شد. بعد از آن 5 نفر دیگر، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عثمان، مسلمان ها 5 نفر بودن، هیچ دشمن نداشتن. وقتی 100 نفر شدن شاید 1 نفر دشمن داشتن. وقتی 1000 نفر شدن دشمن کم داشتن. وقتی به 100,000 رسیدن فقط چند هزار دشمن داشتن. در عصر حاضر 1.7 بیلیون مسلمان است. 25% نفوس جهان مسلمان است. چقدر دشمن داره؟ بیش از 1.7 بیلیون نفر. بیش از 1.7 بیلیون نفر در عصر حاضر دشمن حضرت محمد هستند. 1.7 بیلیون نفر پیرو او هستند. بیش از 1.7 بیلیون نفر دشمن او هستند. به خاطر رسانه ها اونا حضرت محمد را نقد میکنن، با حضرت محمد مخالف هستند. پس هر قدر که مشهور شون به همون اندازه فیصدی دشمنان شما زیاد میشه. اگر تعدادشان زیاد شود درست است، اما فیصدیشان زیاد میشه. در عصر حاضر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم معروف ترین شخص در جهان میباشه. به می خاطر اکثریت کتابا بر علیه ایشان نوشته میشه. رسانه ها، گروه ها و مردم های مختلف بیشترین فیلم که ساختن بر علیه حضرت محمد ساختن. معروف ترین نفر بعد از حضرت محمد عیسی علیه السلام می باشه. ایشان درجه دوم دارن به کتابایی که علیهشان نوشته میشه. پس بر اندازه که معروف شون، با همون اندازه تعداد دشمنان نه، بلکه فیصدی اونا حتی زیاد میشه. مبلغان عیسوی نهادهایی دارن، اونا تعلیم دیدن. اونا با مردم تعلیم میتن که چه قسم یک مبلغ خوب شده میتونن. دین ما دین مبلغان است. چطور دعوت کننده داره؟ اونا تعلیم میتن که چه قسم باید دعوت کنن. اونا یک دستورالعمل دارن به نام دستورالعمل جهان عملیات میباشه. آن دستورالعمل جهان عملیات اگه بخونن براتون میگه که در مکانهای مختلف جهان چطور کار دعوت انجام بدن. در انگلیس چه قسم، در هندوستان چه قسم، نفوس هندوستان چقدر است، 1.3 میلیون نفر، فیصدی هندوها چقدر است، فیصدی مسلمان‌ها چقدر است، مسلمان‌های هندی را چه قسم دعوت کنن، هندوهای هندی را چطور دعوت کنن، در کشورهای عربی چه قسم کار دعوت انجام بدن. در عربستان سعودی احتیاط کنه، در عربستان سعودی بسیار مشکل است که کار دعوت انجام بدن. تمام چیز در دستورالعمل بیان شده. چند تا دستورالعمل دعوت داره. مبلغان عیسوی به مردم یاد میتن که چه قسم پیام دعوت به صورت درست برسانن. انجینیران، دکتران، سیاستمداران، اونا کل وقت دعوت کننده هستن. صدها هزاران مبلغ اونا در جهان فعالیت دارن. ما چند نفر دعوت کننده داره؟ با انگشتان خود اونا را شمار کرده میتونن. بزرگترین نهاد دعوتی شخصی در جهان است. اگر با عیسوی‌ها مقایسه کنیم بسیار خرد است. عایدش بسیار کم است. اگر با عاید مبلغان عیسوی که 400 میلیون 500 میلیون دلار است از ما هیچ می باشه، باز اون بزرگترین نهاد دعوتی شخصی در جهان می باشه. ما در جای دعوت کننده تعلیم میتیم که در عصر حاضر تحقیقات علمی برای ما میگه وقتی یک شخص در اجتماع سخنرانی میکنه 7% موضوع سخنرانی تاثیر داره. چقدر؟ فقط 7%. 93% شیوه بیان تاثیر گذار است. چه قسم صدای خودم مهار کنم؟ دیدشان چطور است؟ دستای خود چطور حرکت بتن؟ چطور گپ بزنن؟ صدای گفتاری او چه قسم است؟ تمام این 93% کیفیت سخنرانی را تشکیل میده. ما در نهاد خود تعلیم میتیم که چه قسم بیان کنن و در اجتماع چه قسم سخنرانی کنن. از مایک چقدر فاصله بگیرن، فاصله بین مایک و دهن شما چقدر باشه، در چه زاویه و در کدام موقعیت استاد شون، دید چیست، ژست چیست. تمام اینها مهارت‌های سخنرانی می باشد. ما عالی می سازیم و سراسر دنیا دعوت میکنیم. با برنامه‌های دعوت میکنیم که از تمام دنیا، از آمریکا، انگلیس، کشورهای عربی، اروپایی نفر میآین و اونا به شکل حرفه‌ای تعلیم میبینن.
صنفای 40 روزه دایر میکنم. تعلیم میتم که چه قسم یک دایی شوند. میبینم که یک تکنیک متفاوت دعوت از طریق رسانه‌های چاپی به وجود آمده. دعوت کردن از طریق رسانه‌های چاپی یک تکنیک جدید است. ژورنالیسم از مهارت‌های مختلف نویسندگی برای دعوت استفاده میکنن. از طریق رادیو چطور با شیوه‌های مختلف دعوت کنیم، از طریق رسانه‌های صوتی، از طریق رسانه‌های تصویری. امروز هر قدر کمره که میبینن از هندوستان دریافت کردم، مردم فکر میکنن که زاکر چرا با این قدر مردم میآید. 30 نفر از هندوستان به خاطر شوتینگ میآید. این قسم شوت نه، این قسم میگن زاکر وقتی از هندوستان میآید 30 نفر رو شوت میکنه. شوت تفنگ را نمیگم، منظورم از شوت کردن فیلم است. الحمدلله سالانه بزرگترین کنفرانس اسلامی جهان در هندوستان برگزار میکنه. در 10 روز بزرگترین همایش تکنولوژی، بزرگترین تعداد مردم حضور پیدا میکنن. در 10 روز بیش از 1 میلیون نفر حضور پیدا میکنن. و ما سخنرانی خوب را از سراسر جهان دعوت میکنیم، از آمریکا، انگلیس، کانادا، عربستان سعودی، از امارات، از استرالیا، از آفریقای جنوبی. بیش از 30%، تقریبا 50% از آمریکای شمالی دعوت میکنیم. بیش از 10 نفر از آمریکا و چند نفر از کانادا میآیند. این بزرگترین است و ما به طور عالی انجامش میتیم. تا جایی که من خبر دارم دیگه هیچ کنفرانس اسلامی برگزار نمیشه. 10% کار ما بر حسب تکنولوژی است. الحمدلله بیش از 35 کمره فیلمبرداری داره. بار گذشته بهترین کمره ها 422 بیش از 35 پایه بود. این بزرگترین کنفرانس جهان است. وقتی سویا کنفرانس های بزرگ دایر میکنن بیش از 15 الی 20 پایه کمره وجود نداره. از ما بیش از 30 کمره وجود داره و ما بزرگترین اشتراک کننده را داره. 1 میلیون نفر. الحمدلله. بر حسب تکنولوژی کمره های زیاده داریم. با آنکه گفتم نهاد ما بسیار خرد است، سرمایه بسیار کم است، در مقایسه با مبلغان سوی هیچ است، بسیار خرد است، اما کمک الله با ما است. کنفرانس ما بسیار معروف است. هر سال ما دایر میکنیم در سراسر جهان. به 100 میلیون ها نفر رسیده. پس هر سال دعوت از طریق رسانه‌های تصویری بسیار موثر است. رسانه تصویری در سطح اجتماع شامل نشرات تلویزیونی، شبکه‌های ماهواره‌ای، همچنان شامل اسگاه‌های تلویزیونی می باشد. ما در سال 1991 یک مرکز کوچک اسلامی را تأسیس کردیم. من باور دارم اگر مسلمان واقعی باشن، الله همیشه با شما است. یک مرکز کوچک را تأسیس کنن. ما مرکز خرد را با سرمایه $100 ماهوار شروع کردیم که 5000 میشه. پدرم با اون که در بیرون میبخشد فقط 5000 برم داد. با سرمایه $100 ماهوار در سال 1991. درباره سرمایه فعلیش فکر نکنن. در 1991، در 1995، 1996 گفتم که از رسانه به خاطر رساندن پیام استفاده کرده میتونیم. ما ثبت را بالای VHS شروع کردیم و در شبکه‌های تلویزیونی نشان میدادیم. در ابتدا 50,000 خانه، 100,000 خانه، 200,000 خانه. بمبئی بیش از 20 میلیون نفر نفوس داره. ما بیش از 1 میلیون نفر هر روز در شبکه‌های تلویزیونی نمایش میدادیم. یا روزی ما بود. بعد از آن سافت ساختم و با زیاد شبکه‌های تلویزیونی نمایش دادیم. بعد در سال 2005 تصمیم گرفتم که از خود یک شبکه ماهواره اسلامی و 24 ساعته داشته باشه. در می 2005 تصمیم گرفتم و بعد از آن 7 الی 8 ماه در جنوری 2006 اولین شبکه پیس تیوی را تأسیس کرده. در آن زمان شبکه‌های اسلامی بسیار کم بودند. در 2006 بسیار کم بود. در اون زمان هدف اساسی ما ای بود که با شبکه گاد رقابت کنیم. تلویزیون گاد در سال 1995 تأسیس شده بود. 11 سال پیش از تلویزیون پیس تأسیس شده بود. 10 الی 11 سال پیش از تلویزیون پیس فعالیت خود آغاز کرده بود و تلویزیون گاد در اون زمان بزرگترین شبکه دینی در جهان بود. فقط بزرگترین شبکه دینی عیسویان در جهان نبود، بلکه در اون زمان بیش از 275 میلیون نفر بیننده بلفل داشت. بیننده چندین نوع. یک فوت پرینت می باشه که ساحه پوشش شبکه را بیان میکنه. ببینن بلفل ای است که
شبکه وارد خانه تان میشه، شما چی تماشا کنین آخر به بیننده بلفل میگن. بینندگان واقعی کسانی هستند که شبکه شما را بررسی تماشا میکنن. تلویزیون گاد به بینندگان واقعی امتیاز رسانه‌ای نمیداد، بلکه به بینندگان بلفل میداد. به همین خاطر بینندگان بلفل اونا به 275 میلیون نفر در سال 2005 رسیده بود. هدف ما بود که یک روز شبکه ماهواره خود، شبکه دینی خود به جای برسانیم که بیشتر از تلویزیون گاد بیننده داشته باشه. الحمدلله، صد الحمدلله، با کمک الله، با سپری نمودن 5 سال بعد از اینکه شبکه خود تأسیس کردیم، تلویزیون گاد 500 میلیون بیننده بلفل داشت، اما تلویزیون پیس بیش از 500 میلیون بیننده در سراسر جهان داشت. امروز تلویزیون پیس فقط بزرگترین شبکه اسلامی در جهان نمی باشه، بلکه بزرگترین شبکه دینی در جهان می باشه. فقط تلویزیون انگلیسی پیس با تنهای خود نه تنها بزرگترین شبکه اسلامی در جهان می باشه، بلکه بزرگترین شبکه دینی جهان است. همچنان بینندگان داوطلب ما در سراسر جهان با 5 میلیون نفر می رسه. هدف بعدی ما این بود که با زبان‌های مختلف تلویزیون بسازیم و الحمدلله امروز به او رسیدیم. بینندگان بلفل ما شاید با 1 میلیون برسه. بینندگان بلفل ما تقریبا 1 میلیون است. بینندگان واقعی ما بیش از 1 میلیون هستند. ما تلویزیون پیس را در جنوری 2006 تأسیس کردیم. تلویزیون اردوی پیس را در جون 2008 تأسیس کردیم. تقریبا 2.5 سال بعد از آن ما شعبه سوم تلویزیون پیس در بنگلادش تأسیس کردیم. در اپریل 2011 که 2 سال و 3 ماه پیش از امروز میشه. پیس شبکه انگلیسی ما 7.5 ساله است. شبکه اردوی ما 5 ساله شده و شبکه بنگلادش ما 2 سال و 3 ماه میشه. Allah says in the Quran, in Surah Anfal, chapter number 8, verse number 60, that prepare your steeds of war